سلام و درود خدمت دوستان عزیز، وقتتون بخیر، خسته نباشید. اومدم جواب یه سری سوالایی که در مورد مهاجرت به عمان از من پرسیده میشه، اومدم جواب اونا رو بدم. شما به 3 روش میتونید اینجا اقامت بگیرید. یکی خرید ملک و خونه است، یکی این که جاب آفر داشته باشین، یعنی یه کارفرمایی که ویزا براتون بزنه. دومی که خودتون ثبت شرکت کنید و بیزنسی رو راه بندازین، که مقوله ثبت شرکت خودش یک مقوله خیلی بزرگه. حالا من اطلاعاتی که راجع به ثبت شرکت خودم چون شرکت ثبت کردم و در پی اون یک سری مشکلات رو دارم میگذرونم و یا یک سری مسائل جلوی پای من هست، میام صحبت میکنم براتون. ولی الان میخوام به صورت کلی بگم که شما به چند روش میتونید اینجا مهاجرت بکنید و اقامت بگیرید. جاب آفر چیه؟ جاب آفر ویزاییه که کارفرما صاحب کار برای پرسنل خودش میزنه. چجوری این اتفاق میفته؟ شما هنر خاصی داری، مثلا آرایشگری، تعمیرکار ماشینی، جوشکاری، تخصص و هنری داری که به درد این کشور میخوره. اول اینکه میای فضای کار رو میبینی با ویزای توریستی، حالا یا 2 هفته یا 1 ماهه که هزینه 1 ماهش ویزاش 21 ریالی هستش. تشریف میاری اینجا و تحقیق میکنی تو حیطه شغلی خودت، جاهایی که مربوط به شغل شماست کاملا تحقیق میکنی و اگر لازم داشته باشن شما رو نگه میدارن، میگن 2 روز تستی وایستا، خوششون اومد میگن 1 ماه وایستا، 2 هفته وایستا، 3 هفته وایستا، بعد بهت میگن برو کشور خودت، پاسپورتت رو عکسش رو میگیرن و مراحل کار رو شروع میکنن. در کل واسه کسی که مجرده بعد میتونه تنها اینجا زندگی کنه، جاب آفر گزینه خیلی خوبیه، به خاطر اینکه اجاره خونه نداره. اینجا صاحب کارا موظفن به پرسنلشون اکومودیشن بدن، هزینه برق و وای فای و اینجور مسائل نداره. به تبع درآمدی که داره هزینه خورد و خوراکش میشه تا حدودی، هزینه رفت و آمدش اگر به جایی بره، اگر قناعت کنه مثلا هزینه های خیلی جانبی زیادی نداشته باشه، خیلی قشنگ میتونه پولی هم پس انداز کنه. خوبیش اینه که تورم نیست اینجا، تورم خیلی پایینی داره. هر روز نمیری که از در خونه بری بیرون بخوای یه چیزی بخری ببینی دیروز یه چیزی یه قیمتی بوده امروز یه قیمتی شده. این اتفاق اصلا نمیفته. خیلی بحث و طولانی نمی کنم توی این جلسه، برای اینکه اطلاعات بهتر و دقیق‌تری بهتون برسونم کلیپ‌های کوتاه‌تری درست میکنم و سعی کنید که فالو کنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید تا منم با انرژی بیشتری تمام اطلاعاتی که از عمان به دست میارم رو در اختیار شما بذارم و شما انتخاب درست‌تری داشته باشین برای مهاجرت و یا مسافرت. دوستتون دارم، میبوسمتون. خدا نگهدار.